در صفحه 28 از کتابی که میخوام امروز به دوستان معرفی کنم و بخشی از سوالات امروزشون رو هم جواب میده، این هستش که ازدواج دختری سر نمیگیرد و به اصطلاح بختش باز نمیشود و از شما راهنمایی میخواهد. ایشون جواب دادن که نماز جعفر طیار علیه السلام بخواند و پس از آن دعایی که نقل شده در مفاتیح اون دعا رو بخونه و در پی آن به سجده رود و تلاش کند که حتما گریه کند. گریه برای چی؟ یعنی اینکه خدایا من جز تو کسی رو ندارم، دنیا پر از دروغه. یه عده میگن گناه کن تا خواستگار خوب پیدا کنی، بعد حجاب شو، با نامحرم ارتباط برقرار کن، خدا اینا کرده، نوع تعاملاتت رو غلط قرار بده، شاید بالاخره یکی پیدا شد ازدواج کردی. درست. یه عده دارن منو به حرام قطعی و به جهنم دعوت میکنن. یه عده به دعانویس و رمال و بازکننده طلسم و بختگشایی دارن. این گریه مال این نیست که من چرا ازدواج نکردم، گریه مال اینه که خدایا پاکی کم شده و راه خیر دیده نمیشه بین این همه راههای باطل. خدایا تو راه امان و نجاتی برای من قرار بده. خب این کتاب دیگه چه جور سوالاتی رو پاسخ میده؟ چشم، من اینو کامل کنم. بفرمایید. حتما گریه کند گرچه به مقدار کم و همین که چشمش را اشک گرفت حاجتش را از خدا بخواهد، چون این در حقیقت اشک چشم نشانه شکسته شدن دله. حالا چرا دل من باید بشکنه؟ طبق اون آیه شریفه که میفرماید امن یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء. چه کسیه وقتی که شما در حالت ناچاری و بیچارگی قرار میگیرید مشکلتون رو برطرف کنه غیر از خدا؟ این که من یادم بیاد لا اله الا الله، جز خدا کننده یه کار نیست. این رمال و اون طلسم باز کن اگه کاری میتونست بکنه برای خودش کرده بود و این عمل رو تا زمانی که حاجتش روا شود انجام دهد و اگر نشد بداند که یا کم خوانده و یا با اعتقاد کامل نخوانده است. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد این کتابی که معرفی کردیم خدمتتون برای اکسیر شوهریابی، بنده لازم دونستم با توجه به سوالات پیش آمده یک بخش های دیگری از این کتاب رو هم خدمتتون قرائت بکنم. این کتابی هست که من از روش این موارد رو الان براتون قرائت میکنم. ببینید در صفحه 37 این کتاب الان من براتون میخونم، نوشته که چنانچه کسی رفت و شوهر گیرش نیامد و رفت 13 بدر چمن هم گره زد اما شوهر بازگیرش نیامد. اینجا در صفحه 37 نوشته که ایشون نماز جعفر طیار بخواند و سجده های فجیع بکند و زور بزند تا گریه بنماید. روایت اینجا نوشته این زور زدن برای گریه کردن یعنی هر زمانی که این اشک از چشم خواست جاری بشه همونجا یقه خداوند متعال رو انشاءالله دریافت میکنن و ازشون تقاضای اون خواسته درونیشون رو یعنی با خداوند در میون میگذارن که این در صفحه 37 کتاب نوشته. اما اگر زور زدن و گریه نیامد اون وقت حتی داریم اینجا در صفحه 38 هم نوشته شده که میتونن از پیاز استفاده بکنن به خاطر اینکه شوهر همچین چیز سوزناکی نیست که حالا گیر نیامدنش باعث گریه بشه. در مواردی حتی پیش آمده که طرف وسط نماز جعفر طیار خندیده و اینکه به جای اینکه شوهر کنه رفته زن گرفته که اون حالا بحثش جداست، ما بعداً در برنامه‌های بعدی و صفحات دیگر کتاب خدمتتون میخونیم. اما اگر که ما گاهن دیدیم که متاسفانه بعضی ها میگن که شما به جای اینکه بشینی جعفر طیار بخونی، یعنی در واقع به این شکل دارن القا میکنن به جوانان ما که شما اگه بری نماز جعفر طیار بخونی همین که بدونن تو نماز جعفر طیار بخونی کسی نمیاد بگیرته و لذا راه های دیگر رو متاسفانه مثلا خدای نکرده میگن برو سر خیابون اتو بزن یا مثلا این گیسات و زلفتو بنداز بیرون یا کارهای مشابهی که اینها اگر قرار بود جواب بده برای خود اونها جواب داده بود. الان هم وضع اینجوری نبود. اما این نماز جعفر طیار و خصوصا اون گریه وسطش که حالا گریه برای چی؟ اولا باید خیلی زور بزنه تا این گریه در بیاد. وقتی در آمد برای چی؟ برای اینکه بگه خدایا ملت برای چی دیگه زن نجیب نمیخوان، زن نمازخون نمیخوان، همش قرتی میخوان. این گریه خیلی مهمه و اگر گریه کرد و نماز جعفر طیار خوند و نشد دوباره بخواند، اینجا همین صفحه 37 نوشته که دوباره بخواند
و بلکه یک بار دیگر بخواند و اصلا همش نماز جعفر طیار بخواند که از صدر اسلام، بخت اسلام و مسلمین با همین جعفر طیار عموما همه جا باز شده و راه افتاده. اما چنانچه یک سال این نماز جعفر طیار رو ایشون خوند و بختش همچنان باز نشد، بداند که این نماز رو یا کم خونده یا یواش خونده نشنیده اونی که باید بشنوه، یا بلند خونده، چون اینم پیش اومده که نماز جعفر طیار رو بلند خونده بعد به جای خودش یهو همسایه شنیده بخت اون باز شده. اینا رو دقت بکنن. پس یا نماز کم خونده یا یواش خونده یا بلند خونده، یا اصلا به جای نماز جعفر طیار نشسته شجریان خونده. یه موقع اینها پیش میاد که برای جوانان ما جای سوال هست. اگه موارد دیگری بود من از روی همین کتاب و صفحات بعدی کتاب که 37ش رو خوندم خدمتتون در خدمت اسلام و مسلمین هستم و پاسخگویی خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.